بازم سلام و بازم علیک. آقا نمایش جمعه نگو، نمایشگاه مصیبت بگو. نمایش جمعه نگو، ویترین بحران بگو. بازم بوزقلمون عمامدار ولایت با دستگاه آبغورگیری سیارش اومد تو تریبون جمعه بازار تا مصائب عظما رو بریزه رو دایره و یه روزه بسیجی کش را بندازه. قبل از هر حرفیم با یه سوال اساسی شروع کرد. بیانات نورانی، حکیمانه، سازنده، دلسوزانه، پدرانه، پیغمبرگونه مرجع بزرگ عالم تشیع، رهبر عزیزمون در جمع رؤسای دانشگاه ها مطرح کردند، مثل همیشه با همه وجودش می جوشه و عجب از ماست که با داشتن یه همچی پیر روشن ضمیری چرا در جا میزنیم، چرا راه نمیافتیم. واقعا سوالته. خب برو از چینی ها بپرس که طلسم سفارشی عظما رو بنجل درست کردن. برو از جنسای چینی بپرس که طلسم سفارشی عزی رو ازش درست کردن. میگه چرا راه نمیافتیم. البته بنده موشکاف جواب این سوال رو خوب میدونم، اما یکم به اون کله پوکت فشار بیار، شاید جوابش پیدا کردی. ما آرزومون این بود که دانشگاه های ما رنگ قرآن بگیره، کلاس فیزیک ما، کلاس شیمی ما، کلاس پزشکی ما، کلاس هسته‌ای ما در اونجا خدا دیده بشه، دانشگاه اسلامی باشه. دانشگاه اسلامی به این معنا نبود که اینا برن طلبه بشن عمامه سرشون بذارن. اگه به این معنا نبود پس چرا امام گور بگورید دانشگاه به خاک و خون کشید؟ پس اون کودتای فرنگی واسه چی بود؟ پس پیوند حوزه و دانشگاه چی بود؟ مگه نمیخواستین عمامه بذارید رو سر دانشگاه؟ ببین حاجی مفنگی، جای این کله ملق زدن ها بگو شکست خوردیم، بگو بعد از 36 سال سرکوب و بگیر و ببند النهایه کشکم آیندمون نشد. چند درصد دانشجوها در مسجد حضور پیدا میکنن؟ چند درصد اساتید تو دانشگاه تو مساجد حضور پیدا میکنن؟ بازم سوال پرسید. از کی داری میپرسی؟ از شیخ فری یا خامنه؟ از این سوالا چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ این همه فارغ التحصیل، همه بیکار. مگه میشه در جامعه ای که سراسر گوشه هاش نیاز خلأ بگیم اینا کار ندارن؟ نخیر، کار بلد نیستن. اینجور تربیت نکردیم که کار بکنن، که برای رفع این نیازهای مملکت چقدر سنجیده شده، برای رفع نیازها چقدر در رشته های علمی کار شده و اولویت ها رعایت شده. اگه شما هر روز میبینید از یک گوشه‌ای خرابی میبینیم، ریخت و پاش‌های اونچنانی میبینیم، پرونده های میلیاردی تشکیل میشه، اینا گیر فرنگی دانشگاه هاست. آقا این شیخ ابوالمشنگ ظاهرا بدجوری قاطی کرده. یعنی اینطور که پیداست بحرانا کشیده به اعصابش. هر دو جمله اغلبش میره رو همون جاهایی که عظما ازش وحشت داره. یه بار دانشگاه، یه بارم زنان. بعضی از بانوان غافلن، نمیفهمن این کارشون دشمن شاد کن هست، کاریست که راه استعمار رو برای ما صاف میکنه. ممکنم از کسانی هستن پول میگیرن که هنجار شکنی کنن، این مسائل را عادی کنن. خب به هر صورت اگر کسی حساس نباشه، مأمورین، مردم وظیفه قانونی و شرعیشون را عمل نکنن، به این میگن جوک ولایت مدارانه. یعنی میلیون ها ایرانی که شعارشون مرگ بر اصل ولایت فقیه همشون پول گرفتن. از کی پول گرفتن؟ چقدر گرفتن؟ تو که امروز قرص سوال کردن خوردی، خب اینا رو بپرس دیگه. و در نهایت هم یک موعظه دردمندانه دارم با آقای رئیس جمهور که در نمایشگاه عرض می شود روزنامه ها مطالبی گفتند که هم نیش داشت. یک کسی که در رأس دستگاه اجرایی است و بعد از رهبری عالی ترین مقام رو داره،
باید عصبی برخورد نکنه، باید نیشدار صحبت نکنه، باید ادبیاتش یه جوری باشه که مؤمن شادکن باشه. این حیفه که آدم در برابر بیگانگان خیلی رعایت ادبیات بکنه و رعایت همه جوانب رو بکنه، اما در حمله به خودی‌ها، در حمله به مؤمنین، متدینین، خدمتگزاران یه جور دیگه صحبت کنه. ایشون در حصار جریان قرار بگیره حیفشه. به این نوع ادبیات هم در شأن یک رئیس جمهور ما نمیبینیم. آها، همه این سوالا رو پرسیدی که آخرش یه لگد اساسی بری تو شکم شیخ پری؟ اما این نشد جوابو بذار موشکاف بده. میدونی چارپاهات چه وقت درجا میزنن و هرچی بهشون سیخ و ترکه بزنی راه نمیرن؟ چون رسیدن به لب پرتگاه، چون نه راه پس دارن نه راه پیش، واسه همینه که کلپس میکنن. حالا این حکایت تو و ولی فقیهته. گرفتی؟ جواب اینه، داشته باش.